لفظها اگرچه مقصد آدم درست باشدم لفظش اصلاح کنند، ولی بعضی آدما لعنت به اسرائیل گفته استادیان. این گپ خطا هست. اسرائیل یعقوب علیه السلام هستند. حضرت یعقوب علیه السلام فرزند حضرت اسحاق، یعنی که اسرائیل در قرآن تقریبا از زیاده از 40 آیت آمدگی است. آیه اسرائیل یعنی نامی حضرت لقب حضرت یعقوب علیه السلام است. الله تعالی زیاده از 40 جا یا بنی اسرائیل، ای بچه های اسرائیل گفته خطاب کرد. یعنی که لعنت به اسرائیل میگوید اگرچه مرادتان به یک طایفه از مردم هست، لیکن لفظتان خطا هست. ببینید در سوره مائده الله تعالی وقتی که لعنت کرد آنها رو بسیار شروع سخن کرد، گفت که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کرده شدن آنهایی که کافر شدن از فرزندان اسرائیل. اسرائیل خودش لعنتی نیست. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کرده شدن آنهایی که کافر شدن از فرزندان بنی اسرائیل. برای چی؟ علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، از زبان داوود علیه السلام و از زبان حضرت عیسی لعنت شدن. ذلک بما عصوا و كانوا یعتدون، به سبب آنکه آنها گناهکاری میکردن و از حد و حدود آدمی میگذشتن، برای همین لعنت شدن. یعنی که نه حضرت اسرائیل خودشون، بلکه بعضی از فرزندانشون.